از نقاشی چی در نمیاد، با نقاشی نمیتونی آیندت رو بسازی. و نهایت لطفشون این بود که بهم میگفتن که در کنار درست هنرت هم ادامه بده. چند تا از دفتر نقاشیام پاره شده، نمیدونم کسی تو همچین موقعیتی قرار بگیره چه واکنشی نشون میده. درود قشنگای من، به یه ویدیو آرتاک دیگه خیلی خوش اومدین. توی این ویدیو میخوام بهتون بگم که من کیم و چی شد که توی این مسیر هنر افتادم و تا اینجا رسیدم. قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو، حتما این ویدیو رو لایک کنید و کانال منم سابسکرایب کنید. من مهتابم، متولد فروردین 1379 و اهل همدانم. مثل خیلی از شماها از بچگی عاشق نقاشی بودم و فقط منتظر بودم که یه وقت خالی داشته باشم که برم سراغ مداد رنگیام، برم سراغ دفترم و بشینم واسه خودم نقاشی بکشم. از اون طرف هم درسم هم خیلی خوب بود. حالا نمیدونم متاسفانه یا خوشبختانه اینو میگم، چون درسم خوب بود خانواده‌ام همیشه بهم میگفتن که درستو بخون، اصلا نمیذاشتن نقاشی بکشم. و منی که الان اینجا نشستم و نقاشی شده همه زندگیم، یه روز با ترس، یه روز با استرس نقاشی میکشیدم. یه روزی وقتی میشستم نقاشی بکشم همه بهم غر میزدن: چرا داری نقاشی میکشی؟ پاشو برو درستو بخون، از نقاشی چی در نمیاد، با نقاشی نمیتونی آیندت رو بسازی، برو درستو بخون مثل داداشت پرستار بشی و از اینجور حرفا که احتمالا خیلی از شماها شنیدین. توی خانواده‌مون، ما توی خانواده پرجمعیتی دارم زندگی میکنم و بچه آخر خانواده‌ام. توی خانواده‌مون فقط یکی دو تا از خواهرام حامی من بودن و همیشه بهم میگفتن که نقاشی رو ول نکن، توش استعداد داری، حتما ادامهش بده. ولی خب بقیه‌شون اکثرا اینطوری بودن که درست مهمتره، سعی کن رو درست تمرکز بکنی و از درست به جایی برسی، با هنر نمیتونی کاری بکنی. و نهایت لطفشون این بود که بهم میگفتن که در کنار درست هنرت هم ادامه بده، چیزی که هممون احتمالاً شنیدیمش. ولی خب کاری هم نمیتونستم بکنم دیگه، به هر حال هر کسی خانواده‌شو خودش انتخاب نکرده. و از طرفی من واقعا خانواده‌مو دوست داشتم و احتمالاً اونا هم فکر میکردن که دارن بهم کمک میکنن، دارن در حقم دلسوزی میکنن، چون خب اونا نمیدونستن از طریق هنر انقدر خوب میشه یه زندگی رو اداره کرد. اونا فکر میکردن که از هنر اصلا نمیشه به یه جایی برسی و هنر یه چیز الکیه که آدم فقط سرگرمش میشه و از درسش دور میشه. من هیچ وقت از خانوادم هیچ کینه‌ای به دل نگرفتم، چون از یه طرف خودم فکر میکردم واقعا هنر در حد یه سرگرمی و علاقه است و واقعا نمیشه از هنر به یه جایی برسی. ولی خب از اونجایی که خیلی بهش علاقه داشتم، هیچ وقت این حرفایی که بهم میزدن، هیچ وقت این قرایی که میشنیدم، هیچ وقت باعث ناامیدی نشد و همیشه داشتم نقاشی میکشیدم. همیشه پول تو جیبیامو داشتم جمع میکردم، دفتر نقاشی میخریدم، مداد رنگی میخریدم و دوباره نقاشی میکشیدم. کل دفترم پر از نقاشی بود. همچنان ناامید نشدم، حتی زمانی که دفتر نقاشیامو پاره میکردن. آره بچه‌ها درست شنیدین، من چند تا از دفتر نقاشیام پاره شده، نمیدونم کسی تو همچین موقعیتی قرار بگیره چه واکنشی نشون میده. یکی از اعضای خانواده‌ام، حالا نمیخوام بگم کی، یکی از اعضای خانواده‌ام یکی دو تا از دفتر نقاشیامو پاره کرد که حالا من برم رو درسم تمرکز بکنم، من برم بیشتر وقتمو بذارم واسه درس و نقاشی رو ول بکنم. شماها اگه تو همچین موقعیتی قرار میگرفتین، شما اگه همچین چیزی براتون پیش میومد، چه ریاکشنی داشتین، چه واکنشی داشتین به این موضوع؟ احتمالا خیلیا کلا نقاشی رو ول میکردن، یا نقاشی رو ول میکردن یا از خانواده‌شون یه کینه خیلی بدی به دل میگرفتن. ولی خب میگم من چون آدمیم که کلا ساید مثبت همین ماجراها رو نگاه میکنم، اینجا هم گفتم خب اشکال نداره دیگه. حالا طرز فکرشون با من فرق میکنه و با اینکه بچه بودم بازم اونقدر ناراحت شدم، دلم شکست، ولی خب بازم اونقدر ناامید نشدم و همچنان به راهم ادامه دادم، همچنان نقاشی رو کشیدم و هیچ وقت تسلیم نشدم. تا وقتی که گذشت و من به دوران راهنمایی و دبیرستان رسیدم. تو دوران دبیرستان خب دیگه بزرگ شده بودم، مثل بچگیام نمیتونستم بهم چیزی بگن و خب همچنان هم درسم خوب بود، اینطوری نبود که به خاطر هنرم حالا درسم ضعیف شده باشه.
و توی دوران دبیرستان دیگه نزدیک کنکورم از خانوادم به زور قول گرفتم که من میخوام بعد از کنکورم برم کلاس نقاشی، چون تا اون موقع اصلا اجازه نداشتم برم کلاس نقاشی و همه تمرکزم باید روی درس می بود، در صورتی که اصلا همه تمرکزم روی درس نبود. اونا وقتی دیدن که من هیچ جوره تسلیم نمیشم و کلا دارم رو علاقم، رو اون عشقی که دارم پافشاری میکنم، اونا دیگه گفتن باشه دیگه، به زور با اکراه قبول کردن و این دفعه نوبت اونا بود که تسلیم بشن. سال 98، البته من سال 97 هم یه بار کنکور دادم، ولی کنکور بعدی که دیگه رفتم دانشگاه سال 98 بود، یعنی کلا 2 بار من کنکور دادم. سال 98 بعد از اینکه کنکور دادم، یعنی همون روز که کنکور دادم، شروع کردم به این دنبال کلاس نقاشی گشتن. و خب من از اونجایی که میگم اصلا نرفته بودم دنبال این نقاشی و کلاس نقاشی، جایی رو نمیشناختم و حالا با کمک یکی از دوستام که اونم یکی از دوستاش میرفت کلاس نقاشی، تونستم یک کلاس نقاشی رو پیدا بکنم که توی شهر همدان بود، نزدیک خونمونم بود تقریبا. و از هفته بعد از کنکورم خیلی خوشحال و خندان و شاداب و با کلی ذوق و شوق میرفتم کلاس نقاشی و از اونجا استارت کار هنری من شروع شد. من میگم هنر رو اول به خاطر اون عشق و علاقه‌ای که داشتم شروع کردم، اصلا قصد اینو نداشتم که در آینده شغلم همون نقاشیم باشه و حالا طرز فکر منم چون خانوادم این طرز فکر رو داشتن، تو ذهن منم افتاده بود که اوکی من درسم هم خوبه، از درسم از دانشگاه به یه جایی میرسم، میدم سر کار و حالا توی اوقات فراغتم نقاشی میکشم. ولی از وقتی که نقاشی رو شروع کردم و توی مسیرش افتادم، نقاشی کل جنبه‌های زندگی منو در بر گرفته، هم شغلم شده، هم تفریحم شده. هر جا که میرم منو به عنوان یه نقاش میشناسن و بچه‌ها این یکی از آرزوهای، اصلا توی فکرم نمی اومد که من همچین روزایی رو ببینم. باورتون میشه انقدر که من توی این مسیر سختی کشیدم، انقدر که حالا دعوا شدم، قرار شنیدم، اصلا فکرشو نمی کردم همچین روزی هم از راه برسه. ولی خب رسید و من الان اینجام در خدمت شما. هر چقدر که سختی کشیدم، هر چقدر اتفاقات بد و خسته کننده برام افتاده، البته اتفاقات خوبی هم داشته این مسیر را، بعدم براتون تعریف میکنم قطعا. و الان در خدمت شما میخوام همه تجربیات، همه اتفاقات تلخ و شیرین رو واسه شما هم تعریف بکنم. احتمالا شما هم یه سریاتون این اتفاقات رو گذروندین و همچین حسی رو دارین تجربه میکنین. من با گفتن این تجربه ها اصلا نمیخوام یه سری رو دل سرد کنم یا اصلا نمیخوام امید خیلی واهی بدم. یه سری واقعیت ها رو میخوام بهتون بگم که امیدوارم بتونم بهتون کمک بکنم توی مسیرتون، که بتونه خیلی راحت تر و بدونین که یه نفر همچین چیزایی رو تجربه کرده که بتونین مسیرتون رو طی بکنین. در آخر میخوام بهتون بگم که بچه‌ها شما هر علاقه‌ای که داشته باشین و هر چیزی که علاقه داشتین، فرقی نمیکنه چی باشه، نقاشی باشه، خیاطی باشه، معماری باشه، پرستاری باشه، پزشکی باشه، هر چیزی که باشه، هیچ وقت تسلیم نشید. هیچ وقت نذارید حرفای اطرافیانتون، حتی خانواده‌تون، توی مسیر زندگیتون تاثیر بذاره. هیچ وقت نذارید زندگیتون رو بقیه کنترل بکنن. بدون لجبازی، بدون اینکه عصبانی بشین یا از کسی کینه به دل بگیرین، سعی کنین توی اون مسیری که میخواین پیش برین خودتون رو به بقیه ثابت بکنین. وقتی که خودتون رو به بقیه ثابت بکنین، بقیه متوجه میشن که شما در هر مسیری پیش برین، فرقی نمیکنه پزشکی باشه یا نقاشی باشه، قطعا بهترین خودتون خواهید بود و میتونین توی اون مسیر پیشرفت بکنین و به اهدافتون توی مسیر و توی شغلی که بهش علاقه دارین و عاشقشین برسین. امیدوارم که همتون رو توی بالاترین پله موفقیت ببینم. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه هم بودین. اگه این ویدیو رو دوست داشتی حتما ویدیو رو لایک کن، کانال منم سابسکرایب کن و زنگولش هم بزن تا از این به بعد بتونیم بیشتر با هم دیگه گپ بزنیم. اگه تو هم تجربه‌های مشابهی داشتی حتما توی کامنت ها برام بنویس.